شاید این حرف تلخی باشه که میگم یا بدبینانه باشه، ولی الان حسم اینه. دیگه به درد نمیخوره این دنیا. آره، توی جهانی که مثلا پر از فقر، پر از انقلابات عجیب، پر از خشم، داعش توشه، بعد مشکلات اقتصادی بشر، شکل اروپا تغییر کرد، شکل خاورمیانه رو تغییر کرد، همه اینا کره زمین رو فرا گرفته. دیگه به درد نمیخوره این شکلی، یعنی هیچ دیگه زیبایی وجود نداره. به نظرم بشر در منحط ترین دوران خودشه در طول تاریخ، به لحاظ اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هر چیزی که فکر بکنی.